با محمد مرزای آفتاب فروش از طریق وبسایت و فیسبوک رادیو آزادی حتما معرفی هستید. رادیو آزادی چند پیش زندگی این مرد بزرگسال را به تصویر کشیده بود. شماری از افراد با دیدن آن گزارش ویدیویی به وی دست یاری دراز کردند. شاه محمود میوند قندهاری یکی از آنان است که 32,000 افغانی با وی کمک مالی کرد. ما میگم از رادیو آزادی و از کارگراش از تمامش خوش هستیم. از وزارت بابرو باشه، همین رادیو آزادی بود که بمیاد کمک برای ما رسید. اگر رادیو آزادی نمیبود یا جزیره 2 دانه یا 5 دانه 2 دانه هفته‌ای که ما سودا میکنیم بالا و یک پیسه نون خشک هم نمیشد. خانهشون کلکشون از خورا و برادرای افغانی ما که کمک کردن. کار آمده خانه ما برفته. محمد مرزا برای پیدا کردن نفقه خانواده‌اش در جاده‌های شهر کابل آفتابه می‌فروخت. اما گزارش رادیو آزادی به زندگی محمد مرزا آرامش بخشید و او حالا به جای کار از بقایای زندگی با یگانه همسرش ظاهراً تا حد لذت می‌برد.